نوروز 1404 رو به شما مردم ایران تبریک نمیگم. دعوا نداریم که تا وقتی منبیات مقام عظما هست، سیاست‌های کلیش هست، به شما چرا باید تبریک بگم؟ اینجوری نی. برای طول عمر امام قاتل آرزوی سلامتی میکنم و توی روح مقام همه چی قاطی پاتی شد. این ناترازی ها شقشقیه مغزم رو به هم ریخته. بابا این چه سال مزخرفی بود آخه. من میخواستم بازنشسته بشم برم شهرستان باغبونی کنم. دوستان گفتم بیا رئیسی رو خرس خورده، گاو نظام دوقلو زاییده، تو بیا ناترازی ها رو رفع کن. ما تا اومدین یه لیوان از شیر این گاوه بخوریم، گاوه نشست رومون کل سال. من همونجا تو مراسم تنفیذم به عظما گفتم بابا من عددی نیستم، کوچیکم، تأثیری ندارم. عظما گفت پس معلوم تالا تو اتاقی که پشه توش باشه نخوابیدی. اینجا بود که ویز ویز کنان نشستم رو عمامه عظما. آقا من از مشکلات خبر دارم، میدونم آب نیست، گاز نیست، برق نیست. اتفاقا چند روز پیشا عمه ادیسون اومد به خوابم، گفت بابا توماس ما فقط برق رو اختراع کرده، اینقدر به خاطر قطعی برق ما رو مورد عنایت قرار ندید. یعنی میخوام بگم اینجوری نی که ما مشکلات رو ندونیم، بدبختی ها رو ندونیم، اما مشکل من اینه که نمیدونم یقه چی رو باید بگیرم. خود مقام عظما هم که دیدید گفت اصلا تو اقتصاد دخالت نمیکنه. فقط تنها سوالی که پیش میاد اینه که اگه تو اقتصاد دخالت نمیکنه پس چرا اسم سال اون میذاره؟ البته این چیزایی که من نباید توش ورود کنم و بهتره نگم. اصلا من چیکار به این کارا دارم؟ دعوا نداریم که. من واسه طول عمر حضرت آقا دعا میکنم و برای شعر میخونم. به قول شاعر توزیده زار ناترازم، بر منقل صیدلی درازم، در دیزی خالی ولایت اندازه یک قاچ پیازم. در پیکر این نظام مسموم اینک شده نقش بنده معلوم. با جفتک و فاز ناترازی تسریع کنم سقوط محتوم. دعوا نداریم که اینجوری نی.